بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، حكم طلاء الأظافر، حکم لاک ناخن یا که رنگ ناخن اور رنگی که وحد بوشی خشک بی به شکل یک پلاستیکی بید. حکم استفاده لاک ناخن چین و حکم وضوع مع وجود این لاک ناخن چین. شیخ ابن عثیمین رحمت الله تعالی علیه گوشید که لاک ناخن ای شرنه که جنه ای استفاده کنند پچیا با حدیث فطرت های مخالف بید. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیثی گوشید که چند چیز از فطرتن، یکی آنها پنچه چنگین. ای جنینانی که لاک ناخن استفاده کنند ای هانی پنچ تشبیه بریشیه بند که گویا ای پنچ دراجن مزنه و حدیث فطرت گوشی پنچم بچنه بشی بهترین که جنه ایشیا استفاده مکنن. دومی، اگر جنین یا استفاده کرد یعنی ودی پنچون پشت همی لاکی جد چسبیتی و این لاک مانع رسیدن آب پنچ بید، آیه پنچ نپولی هنگام وضوع یا هنگام غسل، یا که همین رنگ جدی رنگ پنچی ناخونی این رنگ خشک بی به شکل یک پلاستیک بی، حکم وضوع ای یا غسل ای هیچین ایه وضوع صحیحه تا وقتی که پنچ مپلند آه به پنچم برسی ایه وضوع صحیحه. حدیثی که جابر برای ما روایت کند، عن جابر رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. وفي رواية ابن ماجه قال فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع. وقال النووي في شرح هذا الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه. جابر رضی الله عنه گوشید که عمر بن خطاب منو گوشت که یک شخص یا وضو گرفت و آهیا به اندازه یک پنچ یا آهی پاد نششتگه نپلتگه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دید گوشتی ارجع برا فاحسن وضوءك، نیکی وضوء بگیر، شر وضوء بگیر. یعنی همه دا که شریعت ها وضوء گرگ بیان که شریعت چه گوشی؟ یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنو اذا قمتم الى الصلاه وحدی کش مالوت نماز بونه فاغسلوا وجوهكم ودی دیما بشوده یعنی دیم باید کامل شوده بی و ایدیکم الى المرافق و خودی دستان بشوده دست اکو گوشه بی اموردانه قانی سرا تا چونگو تا ای دسته ای باید شوده بی. پس وقتی که ای لاک ناخن جتگن چسبیدن و آف نرسی یا که چسب رنگی جتگن یا که هنی دست هنی کنه و هنی همه هوش کن جسم هنی رنگ هنی نه باید ای ابشودی دی کن هنی ابشودی دی کن رنگی بلی منتر رنگ ها اشکال نیستین رنگ هنی ها یا که رنگ واسما اشکال نیستین اما ای جسم هنی ابشودی اگه هوش کن دی بی وضو بگی ای چسبی که پینچونی جتا یا دی کن وضو بگی ای لاک ناخونی که جتگی یا دی کن وضو بگی یا که آرتی ترک کدد آرتی دستا لگده با هشکن ای آرتا دی کن وضو بگی یا که هر چیز روغنی چیزی که چسبده با آب باهی نرسی ایشیا دی کن و وضو بگی. و امسحو برعوسکم و دی سران مسکنه و ارجلکم الى الكعبین و دی پادان تا گروزا یعنی گروزا بشوده. این شریعت ما را ایدا بگوشی پچیا که اگر ما وضوع کامل مکنین حديث أبي هريرة كوشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أخرجه البخاري والمسلم. أبي هريرة وشيد كرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله نماز قبول نکن به وضوع مردمیان وقتی که به وضوع بی باید وضوع بگی با وضوع نماز که الله نماز قبول کن. الله هیچ کسی نماز قبول نکن وقتی که به وضو بی تا ای که وضو بگی.
پس ابی و زونه بی که نبوی بشید در شرح حدیثا که هر کسی یک کمو که اندازه یک جزء کمی از آجاهی که آهی شودک واجبین پاکنگی واجبین، یعنی مثلا دیمه شودک واجبین، دستان شودک واجبین، پالان شودک کمو که مردا احیه وضو صحیح نه. این متفقی چیزی اختلافی نیست. یازی حدیث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.